فقط یا الله بگویید. من به الله قسم میخورم، بله من طبعا قسم میخورم، عقیده دینم امینه، آیینم امینه که علی گفتن حقه. بله متاسفانه فقط دین و آیین شما این است که غیر الله را به کمک و مدد بطلبید، اما دین الله هرگز این گونه نیست. دین و آیین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و دین اهل بیت گرامی ایشان نیز این گونه نیست. دین و آیین راستین الله این است که فقط یا الله بگوییم. ملاحظه کنید إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. به طور قطع کسانی را که جز الله میخوانید و عبادتشان میکنید بندگانی مانند خود شما هستند. پس اگر راست میگویید آنان را بخوانید و آنان شما را اجابت کنند. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. و هیچ کس گمراه‌تر از کسی نیست که کسانی جز الله را به فریاد می‌خواند که تا روز قیامت نیز درخواستش را پاسخ نمی‌گویند و آنان یعنی معبودان باطل از دعا و درخواست ایشان بی‌خبرند. سوره احقاف آیه 5.